سلام، حالت چطوره؟ حال منم خوبه. خیلی خوشحالم که اومدی جلسه دوم رو ببینی. این یعنی نشون میده ویدیو قبلی رو دوست داشتی. این جلسه میخوام یک بخش مهم از پروپوزال رو به شما یاد بدم. بخش مهم چیه؟ بیان مسئله یا به اصطلاح problem statement. حالا یعنی دقیق بیای توضیح بدی که چه مشکلی در فضای علمی یا عملی وجود داره و چرا این مشکل مهمه. این بخش باید ثابت کنه که موضوع تو واقعا ارزش تحقیق داره. حالا هدف از بیان مسئله تعریف فضای کلی از موضوع هستش، اشاره به شکاف‌های پژوهشی و توجیه ضرورت مطالعه هستش. اگه مثال بزنم، یه مثال ضعیفش میشه که در مورد سیاست‌های مالی مطالعاتی شده ولی ما هم بررسی میکنیم. این میشه یه کار ضعیف، ولی کار قوی این شکلیه. اگرم دوست داشتین برای من دایرکت بدین، این دوتا مثال هم برای شما بنویسم و بفرستم. مثال قویش این میشه که اگرچه سیاست مالی به طور گسترده در اقتصاد توسعه یافته مورد مطالعه قرار گرفته است، اما تحقیقات محدودی به بررسی تأثیرات بلند مدت آن بر تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه پرداختند. این مطالعه در پی آن است که با ادامه‌شو باید بری. حالا یه سری نکات کلیدی هستش، اینا رو بگم و جلسمو تموم بشه. اولین نکته، به تحقیقات قبلی باید ارجاع بدی. حداقل 5 تا منبع معتبر لازمه. نکته بعدی، دقیقاً بگو چی بررسی نشده و چی قراره پرش کنی، یعنی قراره تو پرش کنی. و مورد آخر، از کله‌گویی و تکرار مباحث عمومی پرهیز کن. قشنگ برو سر اصل مطلب. اگر استاد یا داور در بیان مسئله حس کنه موضوع کلیشه یا تکراریه، احتمال رد پروپوزالت بالاست. پس این بخش باید قانع کننده و حرفه‌ای باشه. اگر این ویدیو را تا آخر نگاه کردی، به من دایرکت بده، بگو سلام سینا. خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی.